یک ساکن 32 ساله شهر کولوب با گمان آدمکشی دستگیر شده است. وزارت کارهای داخله گفت روز هفتم ایون ساعت 15:03 در بازار سخاوت شهر کولوب یک جوان 25 ساله ساکن کولوب که گمان شونده از او قرضدار بوده است از وی برگردانیدن پولش را طلب کرده است. در زمینه پول قرض بین آنها جنجال سر میزند و گمان شونده به قفس سینه جبر دیده یک ضربه کار زده است. در نتیجه جبر دیده در جای حادثه جان داده است. به ضد مرد دستگیر شده بر اساس قسم یکم ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند. به او برای آدمکشی تا 15 سال زندان تهدید میکند. هفتم ایون تخمینا ساعت 19:00 یک نابالغ 16 ساله ساکن جماعت بوستان نویه فیض‌آباد با همدیهه 23 سالش جنجال کرده او را یک ضربه کار زده است. در نتیجه جبر دیده را با جراحت وزن جسمانی در بیمارخانه بستری کردند. اینچنین ساکن 30 ساله جماعت چهارباغ شهر کولوب به آن گمان بر می شود که ساعت 1:30 شب ششم ایون در نزد کوچه قورو پایتخت در حالت مستی مرد 35 ساله ساکن جماعت اسمت شریف نوی دنغره را لطوکوب کرده با سنگ به سرش زده است. در نتیجه جبر دیده با آسیب وزن جسمانی در بیمارخانه بستری کردند. یک جوان 25 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان تشکیل فاحشه‌خانه دستگیر شده است. وزارت کارهای داخله گفت که او شب 3 ایون تخمینا ساعت 22:00 در خانه استقامتیش برای علاقه جنسی شرایط مهیا ساخته خانه را به یک جفت 20 ساله هر دو ساکنان پایتخت اجاره داده از آنها 220 سامانی مکافات پول گرفته است. اینچنین نام برده با امین راه شام 4 ایون تخمینا ساعت 20:00 به جوان 22 و جوانزن 25 ساله ساکن نویه تیمور ملک و رودکی برای علاقه جنسی شرایط مهیا نموده از آنها نیز 220 سامانی مکافات پول گرفته است. او به این شیوه هفتم ایون تخمینا ساعت 18:00 از جوان 23 و جوانزن 23 ساله هر دو ساکنان پایتخت برای علاقه جنسی در منزلش 220 سامانی مکافات پول گرفته است. به این جوان برای تشکیل فاحشه‌خانه جریمه